افضلترین انسان بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم به قول جمهور علمای اهل سنت و الجماعه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه اول مسلمین هست. در 50 جای قرآن عظیم الشان شأن و نزول آیات در مورد ابوبکر صدیق رضی الله عنه و خلیفه اول رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اولین کسی که بشارت بهشت به او داده شده ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. این عقیده تمام مسلمان های اهل سنت و الجماعت است. اما گروه های باطل و گمراه و مشرک و ملحد و مرتد که امروز در روی زمین ابوبکر صدیق رضی الله عنه و عمر فاروق رضی الله عنه و عثمان غنی رضی الله عنه و عایشه رضی الله عنها و معاویه رضی الله عنه و اکثر از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم را نعوذ بالله فاسق و زانیه و بیدین و مرتد می‌دانند، از جمله فرقه روافض و شیعه ها مجموعاً عقیده دارند که ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنه یا به استثنای علی رضی الله عنه یعنی خلفای ثلاثه را بیدین و زانیه و نعوذ بالله تکفیر میکنن و اونا را کافر و مشرک و مرتد و خائن و غاصب خلافت علی رضی الله عنه میدانند. به ضد آیات قرآن کریم الله جل شانه در مورد این مشرکین میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. الله جل شانه میفرماید به یقین که من شرک نمیبخشم و عاملین شرک اکبر نمیبخشم و اینا خودشان کلشون به همراه الله جل شانه اختلاف دارن و همین فرقه بیدین و مشرک و ملحد روافض و شیعه اینها میگن که ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه رضی الله عنها و اکثر از صحابه رضی الله عنهم اجمعین اینا بیدین و زانیه و نعوذ بالله مفسد و فاسق است و الله متعال به ضد گپ اینها میفرماید رضی الله عنه و رضوان ما از اینها راضی شدم و اینا از ما راضی شدن و در قرآن کریم میفرماید که ایمان بیاورید به مثل که صحابه ایمان آوردن. الله بر تمام مسلمین امر میکنه و 150 آیت الله متعال جل شانه در مورد پیروی و اتباع و تابعداری صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین الله متعال امر کرده، یعنی از جمهور صحابه شما تابعداری کنین و تمام علمای و دانشمندای امت اسلامی میگن که صحابه سلف هست، یعنی قرآن و حدیث دین است و روش کلی صحابه منهج سلف هست. سلف و صحابه کرام گفته میشه و بعد از اونها تابعداری بشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح هم فرمودن که شما از پیروی کنید از سنت ما و سنت خلفای راشدین و روش آنها را به دندانهای دهانتان محکم بگیرید. اما تمام مسلمان های اهل سنت و الجماعه دانشمندا اتفاق دارند که شیعه مشرک و مرتد و کافر هست و کسی به کفر او هم شک میکنه کافر هست، چنانچه که فتوای شامی رد المختار جلد سوم مکتب رشیدیه صفحه 201 امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید من شک فی کفر روافض فقط کفره، کسی به کفر شیعه شک میکنه او کافر است. از دانشمندان اسلامی در کفر شیعه زیاد کتاب نوشتن، از جمله ملا علی قاری هیروی حنیفی، شاه ولی الله دیلوی، انور شاه کشمیری، عبدالحی لکنوی و ابوالعز حنیفی. اینها کلا امام احمد حنبل رحمه الله، امام مالک، امام ابو حنیفه، امام یوسف، امام محمد، اینا کلشان اتفاق دارند که کسی به کفر شیعه شک میکنه او کافر و مشرک و مرتد است. شک به کفر شیعه شک به الله است، شک به قرآن است، شک به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم است. یک دلیل کفر و ارتداد و شرک اکبر طالبای امارت همیست که اینها با دشمنان صحابه دوستی میکنن، از دشمنان صحابه دفاع میکنن، دشمنان صحابه رو برادر خود میگن، دشمنان صحابه رو مسلمان میگن و خون و جان و مال مشرکینی که جهاد به علیه اونا فرض عین است به فتوای قرآن عظیم الشان و اینا از اونا دفاع میکنن، یعنی اینا هم همو کفر اونها رو تصدیق میکنن و شرک اونها رو تصدیق میکنن و مدافع کفر و شرک اونها میباشن. چنانچه که من پیشتر به شما گفتم که امام ابو حنیفه رحمه الله در فتوای رد المختار جلد 3 که بزرگترین فتوای مذهب حنیفی است و صفحه 201 میگه که من شک فی کفر روافض، کسی که شک کرد به کفر روافض فقط کفر او کافر است. به فتوای امام ابو حنیفه اینا کافر هستند. مشکل امارت و کفر و شرک امارت تنها این نیست، بسیار به جاهای قرآن مشکل داره. کفر امارت الله متعال در سوره بقره آیت 256 257، سوره نساء آیت 51 و سوره نساء آیت 60، سوره مائده آیت 60، سوره نحل آیت 36، سوره زمر آیت 17 و باز کفر امارت الله متعال در
سوره نساء آیت 139 الذين يتخذون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین، آنانی که به دوستی میگیرن کفار را به غیر از مؤمنان به واسطه طلب پول و مال و عزت و آبرو. و با سوره مائده آیت 51 فمن يتولهم منكم فانه منهم، هر کس از یهود و نصارا و روس و همسال اینا تابعداری میکنه از جمله همون. سوره نساء آیت 144، سوره توبه آیت 23 و سوره ممتحنه آیت 1 و سوره بقره آیت 190، آیت 191، آیت 193، آیت 244، آیت 246 و سوره مزمل آیت 20، آل عمران آیت 111، 195، سوره نساء آیت 75، آیت 90، سوره انفال آیت 39، سوره بقره آیت 14، 13، 12، 83، 36، 29. این آیات ها همه اثبات کفر امارت میکنه و امارت با این همه آیات قرآن کریم مشکل داره، اختلاف داره. اصلا رهبریت عقیده و منهج امارت بر ضد قرآن عظیم الشأن ساخته شده که معلمین و مؤسسین از اینا به اصطلاح سازمان بین الملل و روساست که 20 سال میشه اینا در دفترهای قطر کلانایشون به همراه دخترهای عیاش عرب یکجا می بودن و خوردهایشان اینجا به اصطلاح از کفر و شرک اونها تابعداری میکردن و با یک کفر طاغوتی سرکش دشمن الله و رسول که حکومت نظام طاغوتی پاکستان بود با او دوستی و تابعداری میکردن و باز در برابر طاغوتا و نظام کفری افغانستان می جنگیدن. با یک کافر دوستی داشتن، با دیگه کافر و مرتد دشمنی میکردن، در صورتی که خودشون در کفر قرار داشتن. بازم الله متعال کفر اینها را صراحتا در سوره فتح آیت 16، سوره حجرات آیت 9، سوره حدید آیت 10، سوره حشر آیت 14. در این آیات ها مکمل اعمال و عقیده امارت با این آیات ها تکرار داره و خلافه. اگر کسی به کفر اینها شک میکنه به این آیات ها کافر میشه و مشرک میشه و مرتد میشه و زنش طلاق میشه و عبد العباد مستحق جهنم الله جل شانه میشه. الله متعال ما توفیق بده که ما فضائل صحابه را بفهمیم و با دوستان صحابه دوستی کنیم، با دشمنان صحابه دشمنی کنیم. و یکی از جمله دشمنان صحابه اول کیست؟ منافقین. روافض اصلش به منافقین برمیگرده و دومشون این امارتی های مشرک مرتد است که از اینا دفاع میکنن. در حقیقت دفاع کردن از شیعه به همین معناست که یعنی الله دروغ میگه، رسول الله دروغ میگه، صحابه دروغ میگه و نعوذ بالله اینا همه دروغ است. چرا الله متعال میفرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، صحابه با کفار سختگیر بودن، در بین یکدیگر محبت داشتن و اینا صحابه رو زانی و دزد و غارتگر و وحشی نعوذ بالله معاذ الله میگن. چنانچه که کتاب بهار الانوار شیعه پر است، اصول کافی، نهج البلاغه و تاریخ پیامبران اسلام حیات القلوب از علامه مجلسی لعنت الله علیه، کشف الاسرار خمینی لعنت الله علیه، اینا همه دلایل است که شیعه خود کافر و مشرک و مرتد است و کسی که از او دفاع میکنه و از او محبت میکنه مثل که طالبای امارت میکنه اینم در کفر و شرک اونها داخلن. اگر شیعه کافر نیست پس این همه آیات قرآن نعوذ بالله معاذ الله دروغ معلوم میشه و پس الله و رسول دروغگو معلوم میشه. پس اگر الله و رسول سخنش حق است و حق است و حق است، پس هر کس که در برابر او تکرار داشته باشه و مخالف باشه او 100% کافر و مشرک و مرتد است و در کفر او شک کردن هم کفر است. چرا قرآن کریم هر عملی که کفر میگه ما باید کفر بگیم، هر چی که فسق و فسق میگیم، هر چی که ظلم و ظلم میگیم، هر چی که ایمان ما ایمان میگیم. ما اجازه نداریم به امر الله به سنت رسول صلی الله علیه و سلم تغییر ایجاد بکنیم یا شک به کلام الله متعال بکنیم. الله متعال به ما توفیق بده که ما کفر و ایمان از قرآن و سنت و روش صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین بدانیم و بفهمیم و به او عمل بکنیم.